سلام به تمام دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر چینل کرکت میدیا. امروز میخوام برایتان در بازی کرکت معلومات بدهم، پس لطفا ما را حمایت نموده تا با بیشترین ویدیو شما را از معلومات های بیشتر آگاه کنیم. پس لطفا چینل را سابسکرایب کرده لایک نمایید. کرکت یا کرکت یا توپ دنده یک ورزش تیمی است که در زمین چمن دایروی یا بیضه شکل با شعاع میانگین 75 متر میان دو تیم 11 نفره بازی می شود. در مرکز زمین کرکت یک محوطه خاکی متراکم شده به طول 22 یارد یعنی 20 متر وجود دارد. به این قسمت میگن پیچ که در طرفین آن 3 عدد چوب به نام استمپ یا استمپس وجود دارد و تمام این مجموعه با هم ویکت نامیده می شود. توپ کرکت دارای محیطی میان 22 در 4 و تا 22 در 9 سانتی متر و از 155 تا 166 گرم وزن دارد. برای آقایان سطح آن از چرم و مرکز آن از چوب پنبه پیچیده شده در نخ پر شده است. چوبی که با آن به توپ ضربه میزنند بیت یا بت نامیده می شود. بیشترین طول آن 96 سانتی متر و در عرض آن در پهن‌ترین بخش 10 در 8 سانتی متر بوده و تغییرات وزن آن از 1 تا 4 کیلو وزن می باشد. بالاترین نهاد ورزشی در کرکت ICC می باشد و نخستین مسابقه در سده 18 به شکل امروزی برگزار شد. کرکت در بیش از 45 کشور بازی می شود و محبوب ترین بازی در هند، بنگلادش و پاکستان است. این بازی در انگلستان، ولز، زیمبابوه، نیپال یک از پرطرفدارترین ورزش ها در این کشور است. 21 نوع اوت در کرکت وجود دارد. در هر صورت چیزی که درباره مبدأ این ورزش یافته می شود این است که انگلستان آغاز کننده کرکت بوده و توسط این کشور در سال 1744 قوانین وضع شد تا جوامع بین‌المللی تحت یک بازی یک پارچه به رقابت بپردازند. اما قبل از آن بازی کرکت بین دو تیم کنت و سری در انگلیس به سال 1709 برمیگردد که از همان سال تا اکنون رقابت جذاب و سختی با یکدیگر دارند. در آسیا ورزش کرکت محبوبیت خاصی در بین هندوستانی ها و پاکستانی ها دارد. نخستین بازی کرکت در آسیا را دریانوردان هندوستانی در سال 1721 بازی کردند و از آن زمان تا اکنون به عنوان ورزش پرطرفدار و محبوب بین هندوها مطرح است. هر تیم یک یا دو اینینگ در هر بازی انجام می دهد. هر اینینگز از تعداد معین اوور تشکیل شده است که این اوورها از تعداد معین 6 بال یا پرتاب تشکیل می شود. هر بار که بالر یک توپ را به سمت بیتسمن روانه می کند یک بال شکل می گیرد. هر اینینگز زمان به پایان می رسد که تیم بالر بتواند 10 اوت را انجام دهد. هرگاه بیتسمن اوت شد باید به خارج از زمین برود. خطاها در ورزش کرکت: وایت بال در سمت بیتسمن 2 خط ارضی وجود دارد که اگر بالر توپ را از 2 خط به بیرون پرتاب کند خطا محسوب می شود. خطای دوم نوبال می باشد. به خطای گفته می شود که اگر بالر از خطی که تعیین کننده پرتاب توپ است جلوتر از آن پرتاب کند خطا محسوب می شود که به این خط نوبال می گویند و همچنین لازم است که ذکر شود علاوه بر این یک امتیاز بتمن کسب می کند و نیز اگر بالر با پرتاب توپ دومی که باعث حذف بیتمن می شود بیتمن حذف نمی شود زیرا با خطایی که بالر مرتکب شده جبران می شود. اگر توپ بالاتر از شانه پرتاب می شود باونس بال می گوید. اگر توپ به طور مستقیم قبل از خوردن به زمین به شکم برخورد کند اگر یکی از بیتسمن ها پس از کسب امتیاز بدون اطلاع به داور از طرف دیگر بیتینگ کند خطا محسوب می شود. این بود معلومات درباره کرکت. لطفا ما را حمایت نموده تا از معلومات بیشتر شما را آگاه کنیم. پس لطفا لایک سابسکرایب یادتان نره تا بتوانیم معلومات های بیشتری به شما ارائه نماییم.